بذار من ایکسی شروع کنم. خواسته یا من ناخواسته؟ چند تا ویدیو روی اینستاگرام دیدم که مثلا طرف مثلا میم طوریه که مثلا طرف میگه که اصلا من نگاه نمیکنم فلان و اینا، مثلا این چیزا چیپو نگاه نمیکنم و داره مثلا نگاه میکنه، انگار مثلا زشته آدم نگاه کنه. خواستم اینو بگم که شما همتون نوب سگین. چیزی هست اجازه داریم این درها اصلا باز کنیم؟ چیه سیستم؟ باز کن دیگه سرده. خوش آمدین یارانم، بفرمایید. به کاخ کوروشتوپیا خوش آمدین. بفرمایید داخل. آقای من پشماتون ریخته احساس کنم نه؟ خیلی بیشتر از پشم. خیلی خفن نیست؟ خب اینجا سالن گرد همایینه، جایی که من و سربازانم جمع میشیم و درباره پشتت یه شوالیه است. یکی از سربازای کوروشتوپیا یه دونه خانوم دور تا دور خونه شوالیه. اینجا میشینم و مردمان پیشکش‌هایشان را برای من میآورن، مردمان شهر. من ساعت 5 صبح میرم استخر 3 کیلومتر چرا میکنم. اگر میتونستم این کارو بکنم که اصلا مگه اون کولو داشتم، اون کت و کول من داشتم. فکرم چیز دیگه ای گفتی. کول همینه. آخه شراب. من همیشه دنبال بهتر کردن خودم و اطرافیانمم، نه زجر دادنشون. من میخوام استفاده کنم هزارم و ایمان بره تو تشته. اونو دیگه تشته رو دارم میبینم، میخوام بره تو اون تشت. واقعا داریم میخوام بره تو تشته یخ. تشت که اون سطله. تو سطل. این یه جورای جایزه است میدونی که. میدونی چرا؟ چون که آدما پول میدن میرن بیرون استخرهای آب سرد و میرن سر بالای کوه. اینا من دارم از امتیازهای خودم زدم، یعنی اونجایی که جایزه به خودم بدم و شینی بخورم دارم این حالو به تو میدم. میدونی چرا سیستم ایمنیت خوبه؟ بپر.